در یک عایله جنجال ماجرا شده است که با زن شوهر و در این جنگ جنجال زن از طرف ساقط کرده است که دیگر من به پدر و مادر تو یعنی شوهر خدمتگاری نمیکنم، نگاه نمیکنم. در این حالت شوهر باید چیکار کند؟ مثلا آخر در عنعنه مثلا تاجیکان گفتیم میخواد است که کلین به پدر و مادر شوهر نگاه بین میکند، مثلا هر خیلی وضعیت ها شده می ایستد. همین شوهر کدام راه را گیرد که همین ماجرا همین جنجال مثلا از بین رود. شوهرها کوشش کنید. بسیار زنها شکایت میکنن که مادری شوهرم در پیش شوهرم در همه پیش من میزناند میگود، یعنی همین خیل میکند که پسرش آماده میزند میگود، بعد وای راحت میکند که مقصد زناندم. سبحان الله. لیکن ما من بعضی مادرها بعضی نزدیکان ما دیدیم که به خدا مانند دخترشون کلینده حرمت میکنن، دوست میدارن، حتی دخترشون هم خوب احترام میکنن. باید همین خیل شود. نیکی کردن به پدر و مادری شوهر این کاری خوب است. خدمت آنها را کردن مستحب است، لیکن با معروف باشد. یعنی بسیار زنها میگن که ما مثل غلام هستیم، حتی مثلا در آمده خواب رفتن نمیموند. با یک مسئله های خصوصی و دخالت میکند که نعوذ بالله گفته نمیشد. مثلا یک مثلا خوراکی سحری آماده کرد مثلا به پدر و مادر شوهر، نصف روزی خوراکی نصف روزی تیار کرد، بیگاهی خوراکی بیگاهی تیار کرد، لباساشون در یک هفته 2 مرتبه 3 مرتبه شسته میدهد، خانه ها رو میراد میشه همینقدر بس. یعنی خودی باید 24 ساعت در خدمت شما باشد، ظلم نکنید. همین کارا هم یعنی مستحب است کردنش، ثواب است، حتمی فرض نیست و اساس خدمتی فقط شوهر کند اصل. لیکن اضافتا همچون عادت نیکی تاجیکا، چون که پدری ما هم باید به پدر و مادرم خدمت کنم. همسری من وقتی که به پدر و مادری من خدمت میکند گویا که وای برای من کمک کرده ایساز، وظیفه من کرده ایساز. این کاری خوب است، لیکن از حد گذشتن در کار نیست. ظلم کردن درست نیست. وای هم زندگیش است، وای هم با دیگه کاراش است، وای هم باید برای خودش اهمیت دهد، برای فرزنداش اهمیت دهد، وای هم نماز دارد، وای هم زندگی دارد. یعنی به معروف. یعنی یک طعام محلش، یا لباس شستن خوب، یا خانهش تازه کردن خوب، از این زیاد نه. بنابراین اینقدر مثال دخالت کردن به زنی فرزند، به هر یک خرد و کلان او را به حساب و کتاب کشیدن، جنگ و جنجال کردن و او را زناندن یا طلاق ته گفته پسرش را مجبور کردن بسیار هست. این کارهای نکنید آن برادرها. از الله تعالی ترسید. و هم یک بنده الله تعالی است. دختری شما هم در خانه دیگر کس است. چون میکنه به یک بنده الله تعالی ظلم کرده؟ مادری نبیره هاتون است، همسری فرزندتون است و هم دختری شما هست. دیگر مسلمانی حقیقی با کلندش مانند دختری خودش معامله میکنه. ظلم نکنید آن برادرها. ظلم به کافر هم درست نیست، ظلم به حیوان هم درست نیست. ظلم که کردید حتما در این دنیا جزا میگیرید. ظلم یکی از گناهایی هست که جزایش به آخرت نمیماند. یعنی در دنیا هم داده میشه، در آخرت هم هست. گناهایی که الله تعالی در دنیا جزا نمیتید، به آخرت گرفته میماند، در آخرت پر را میدهد. لیکن ظلم در دنیا میدهد جزاش، هم در دنیا میتید هم در آخرت. خاصتا کلینی خودتان، یک شخصیتی که برای شما طعام میپزه، لباستون میشوید، چون میکنه ظلم کرده؟ یا بین زن و شوهر جنگ و جدال انداخته؟ خیلی کارای نکنتون، بلکه کوشش کنید که بین اینها الفت محبت پیدا شود. اینها برای جدا کردن سبب نشوید، بلکه برای مستحکم شدن عائله فرزندتان کوشش کنید.